سلام و خوش اومدید به برنامه امروز. سلام به شما و شنوندگان. امروز میخوایم یه نگاه عمیق بندازیم به یه بخش از نوشتار فیلسوف معاصرمون آقای حسین ترک. بله، ایشون که به عنوان فیلسوف قرن 21 شناخته میشن، یه رویکرد جالبی دارن. دقیقاً مثل اینکه کتابشون رو به صورت بخش‌های مجزا تقریباً مثل اپیزود منتشر میکنن و این متن با عنوان نوشتار جایگذاری شده یکی از اون بخش هاست که به دست ما رسیده. جالب این روش انتشار. آره، خب هدف ما اینه که ببینیم ایشون چطور به پذیرش غم نگاه میکنن. انگار که این پذیرش راهی باشه واسه پیدا کردن یه معنای عمیق‌تر توی زندگی. از همون اولم خیلی مستقیم میره سر اصل مطلب. آره، میگه معنا رو نباید تو حرف بقیه گشت، بلکه توی خاموشی ژرف پذیرش غم و تجربه شخصی خود آدمه. و اون تعبیرش رقص خطرناکی است، زیستان بر لبه این دوران گذرا. خیلی تصویرسازیه. خیلی قویه. خب بیایید اینو بازش کنیم، به خصوص که سریعاً بحث شجاعت رو پیش میکشه. بله دقیقاً. یعنی متن بلافاصله میاد این پذیرش غم رو به شجاعت وصل میکنه. چطوری؟ یعنی میگه شجاعت این نیست که غم رو نبینی یا فراموش کنی. شجاعت اینه که دلیرانه به این ناپایداری نگاه کنی. متوجهم. و وقتی اون نقاب‌های تسلی بخش الکی میدونید کنار میرن، همین پذیرش شجاعانه خودش تبدیل میشه به یه جور سپر در برابر پوچی. یه سپر که از جنس انکار نیست. دقیقاً. از جنس رویاروییه. بعدش به فیلسوف کوهنشین اشاره میکنه که خب خیلی‌ها رو یاد نیچه میندازه. بله، احتمالاً اشاره به همونه. و میگه رنج پله عروج به قله‌های دست نیافتنی حیات است. به نظرم اینجا دیگه بحث خیلی جدی‌تر میشه. کاملاً، چون تمرکز از اینکه چرا رنج هست میره به سمت اینکه خب حالا با این رنج چیکار کنیم؟ چطور ازش استفاده کنیم؟ این تاکید روی چگونگی خیلی نیچه‌ایه، اینطور نیست؟ 100%. یعنی تأثیر نیچه واقعاً پررنگه تو این متن. اون مفاهیم کلیدیش مثل عشق به سرنوشت، آمور فاتی. آره، آمور فاتی یا اون آزمون فکری معروف بازگشت ابدی. قشنگ میشه رد پاشونو دید. که رنج رو لازمه رشد میدونست. بله، نیچه معتقد بود باید به تمامیت زندگی با همه سختی‌هاش بتونی آری بگی. البته خب این دیدگاه منتقدم داره. حتماً. چی میگن منتقدین؟ بعضیا میگن زیادی نخبه‌گرایانه است یا ممکنه باعث بشه آدم نسبت به رنج‌های اجتماعی بی‌تفاوت بشه. یعنی توجیهی بشه واسه بی‌عملی. نکته مهمیه. خب با اینکه نیچه خیلی واضحه اینجا، این تاکید روی پیدا کردن معنای شخصی تو دل سختی‌ها یه جورایی ما رو به اگزیستانسیالیسم هم میرسونه، مگه نه؟ قطعاً. مثلا کامو، سارتر، اون تلاش برای ساختن معنا تو جهانی که ذاتاً شاید معنایی نداره. دقیقاً همینطوره. اون مبارزه با پوچی، مسئولیت فردی برای معنا دادن به زندگی، اینا پیوندهای روشنی با اگزیستانسیالیسم داره. شباهتی با رواقیون هم هست؟ اون پذیرش چیزایی که دست ما نیست؟ شباهتایی هست، بله، تو پذیرش واقعیت. اما به نظرم یه تفاوت کلیدی وجود داره. چی؟ متن ترک روی پذیرش شعورمندانه تأکید میکنه. یه پذیرش آفرینشگر، حتی شبیه به رقص. این خیلی به نیچه نزدیکتره تا اون آرامش و شاید بشه گفت بی‌اعتنایی هدفمند رواقیون. پس یه پذیرش فعال و پر انرژیه. بله، و به شدت هم سرکوب غم رو نقد میکنه. میگه این خودش یه رنج اضافیه، یه جور بیماریه. این خیلی نکته مهمیه. تقابل با سرکوب کردن. خب حالا از فلسفه یکم بیایم بیرون. علم روانشناسی چی میگه؟ این نگاه به پذیرش رو تایید میکنه؟ خیلی جالبه که همسویی زیادی وجود داره. واقعاً؟ بله، روانشناسی مدرن مخصوصاً رویکردهایی مثل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یا ACT. شنیدم در موردش. و همینطور تحقیقاتی که در مورد تاباوری یا رزیلینس انجام شده نشون میدن که پذیرفتن فعالانه احساسات سخت به جای جنگیدن باهاشون و پیدا کردن معنا تو دل سختی‌ها برای سلامت روان خیلی مفیده. یعنی فرار کردن یا جنگیدن بدترش میکنه؟ اغلب اوقات بله. حتی یه مفهومی داریم به اسم رشد پس از صانعه یا Post Traumatic Growth.
که یعنی از دل همون آسیب رشد اتفاق میفته. دقیقاً. به شرط مواجهه درست. اجتناب کردن معمولاً نتیجه عکس میده. خیلی جالب این همسویی و در نهایت متن برمیگرده به اون آزمون نهایی نیچه. بازگشت ابدی. آره، اون سوال تکان دهنده، اگه مجبور بودی همین زندگی رو با تمام جزئیات خوب و بدش بارها و بارها تا ابد تکرار کنی. دقیقاً همین زندگی رو لحظه به لحظه. واکنشت چی بود؟ فریاد شوق میزدی یا نفرین میکردی؟ خب پاسخ به این سوال از دید متن نشون میده چقدر تونستی به اون تایید نهایی زندگی برسی. یه آزمون خیلی سخته واقعاً. خیلی. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، این بخش از نوشتار حسین ترک داره میگه پذیرش فعال، آگاهانه و حتی شورمندانه رنج، همون عشق به سرنوشت، کلید رسیدن به معنای اصیل و تایید کل هستیه. و مهمه که این با پذیرش من فعال و از سر ناچاری فرق داره. کاملا فرق داره. دیدیم که ریشه‌اش تو اندیشه نیچه و اگزیستانسیالیسمه و حتی علم روانشناسی هم یه جورایی تاییدش میکنه. البته با احتیاط نسبت به تعمیم‌های ساده. بله. و در نظر گرفتن پیچیدگی‌های رنج، مثلا ابعاد اجتماعیش که نباید نادیده گرفته بشه. در نهایت انگار دعوتیه به یه جور شجاعت در زیستن، همون رقصیدن بر لبه پرتگاه. دقیقاً. یه هنر زیستن آزادوار. چقدر خوب. و شاید یه سوال برای شما شنونده عزیز که با خودتون داشته باشید. اگه قبول کنیم رنج بخشی از زندگیه و میتونه معناساز باشه، مرز بین این پذیرش سازنده با اون پذیرش منفیانه در برابر شرایط ناعادلانه‌ای که شاید باید تغییرشون داد، برای شما کجاست؟ یعنی چطور تو زندگی روزمره‌تون این دوتا رو از هم جدا میکنید؟